اومدیم سراغ یک بازی عالی. بخش شب افغانی صحبت کردم. اومدیم سراغ ای فوتبال و بهترین بازی جهان واقعا به نظرم. این بازی فوتبال این تو بازی من 90 تا کوین دارم، 157,420 تا جی پی و دیگه من من دیگه این یورو رو اینا تموم کردم. اول اروپا کاپ 2024 کردم، آمریکا کاپ 2024 پر کردم. نمیدونم چرا پر کردم. بریم میگه بزنیم بازیکنه جدید بوده نباید بزرگم این سراغ دیویژن بچه خدا بکی مسخرم نکنید. من دیویژن 7 بودم، دیویژن 6 بودم، دیویژن 6 بودم، اومدم سومین بازی بکنم یودم برگشتم دیویژن. خدای مسخرم نکنید، خدای خوب دارم بازی میکنم، خدایی من وینه الان باید دیویژن 5 بودم، دیویژن 4 بودم. راستی به جای مهدی پس هم یه حرفی بزنین تا این نریف بیاد. این مهدی پس چنلش چند روزی بود متوقف شد ولی خودم تعجب کردم چطور مهدی پس چنلش برگشت، ولی بازم خوشحالم براش. تعریف داشت من ویدیو رو یه لحظه استوب کنم. نه یه حریف پیدا انشاءالله شانس من. You're the caffeine in my coffee cup, and like a shooting star you light me up. Amazing, you're amazing. 'Cause we are قد شد ناراحت شد. شانس چرا نمیاد؟ نمیاد. گوش سیکن نمیاد. یه حریف از دیویژن 9 برای من پیدا نشد. ای لعنت تو.
بالاخره یه حریف پیدا شد. حریف اف سی بارسلونا از ما ضعیفتر، خیلی هم ضعیفتره. ترکیبش مطمئنم هیچ انی نیست. این از ترکیب ما راستی بهتون نشون ندادم. از ترکیب ما خدایی به دل نگیرید. ترکیب حریف این چه ترکیبیه؟ آخه تو دیگه که هستی اینو میذاری اینجا؟ تو خیلی خری. خاک تمام دنیا تو سر بابا. دنیا رو مال بیار بجای الیسون بکر. واقعا تو خری. اصلا من برم دیگه این زندگی دیگه دهنم با اف سی سپاهانم دارم بازی میکنم. آوازشو به کالت ندارم بابا. Hello everybody. Welcome to today's match. اف سی بارسلونا. ولی با بازی در رفتگاه من نمیدونم چیز اسمشون دارم رفته ولی بازم دانشم خیلی باید میخواه داده دیگه اونه کلا نمیخواه آرامش میگراش اینجا گیرش کن گیرش بخوری خیلی باید میخوره خدایی بازی قطعش کنم. شاید مشکل از ویدیو ببخشید اگه من دارم ویدیو رو قطع میکنم.